تشکر میکنم آمدن شما را در اینجا خوش آمدید میگم و از کشور دوست ترکیه و از ملت ترکیه سپاسگزاری میکنم که رسانه های زیادشان آمدن با ما همکار شدن و بودن. در مورد همکاری مردم افغانستان با ما ایره باید به گونه ثبوت بگوییم که در 10 روز ما تانستیم تمام ولایت ها را تصرف بکنیم و بدون جنگ و فشار هم استعمال نکردیم، با وجودی که در جانب مقابل نیروهای هوایی هم وجود داشت، سلاح‌های ثقیله هم وجود داشت، ولی حمایت مردم با ما بود. تانستیم بسیار در 10 روز تمام مسائل حل شود. مردم الحمدلله از ما اطمینان دارند، از امنیت بسیار خوش هستند و ما هم از مردم خوش هستیم، از همکاری هایشان تلاش می‌ورزیم که امنیتشان هم بیشتر شود و وضعیت اقتصادیشان بهتر شود. همیشه تاریخ اشغال همونطور بوده که اشغالگرا در یک جای برن پای اهداف خود میباشند، پای آباد ساختن کدام مملکت نمیباشند. آباد ساختن مملکت کاری خودی مردم مملکت است. لذا ما اثاری از کدام تغییر بسیار بزرگی را در 20 سال نیستیم. کدام پیشروی های هم که انجام شده یا ساختمان ها جور شده، شهرک ها آباد شده، تمامشان به سکتور خصوصی تعلق داره. خود تجار خودشان حمایت کردن و مردم خود حمایت کردن، خودشان جای جور کردن و اماکن ساختن و اشغالگرا هیچ هم نکردن. این تاریخچه اشغالگرا است، ولی ما تصمیم داریم که امنیت تامین شده. تلاش اولی ما است که در بخش اقتصادی کشور خود از بحران نجات بدیم، تمام سرمایه ملی را جمع بکنیم، عایدات ملی را با هم یک جا بکنیم، حمایت بین المللی را هم جلب بکنیم و سر از نو بازسازی افغانستان را به گونه پروفشنال و اصولی و معیارهای خوب و جوابگو به عصر کنونی را آغاز بکنیم. این تصمیم داریم، خداوند توفیق بده. بله، خواست مردم به جا است. ما کوشش کردیم چیزی اولی که به ملت آوردیم این است که جنگ به پایان رسید، امنیت را برگشتاندیم. در امنیت انشالله همین 3 کار دیگر ممکن است. هم انشالله به کار مردم متوسل خواهد شدن، کار اشتغال پیدا خواهد شد و هم انشالله فقر و تنگدستی از بین خواهد رفت، چون ما عواید ملی داریم. کشور ما تا حد غنی است، میتونه عواید خود جمع بکنه پس مصرف بکنه، ولی آن حال بسیار ابتدایی است. ماهای آینده انشالله پاسخ هم میدیم. و سومی که عدالت هم انشالله تامین میشه. در مورد عدالت ما بسیار جدی هستیم. حقوق هیچ کس ضایع نخواهد شد. محاکم ما و نیروی عدلی ما، ارگانهای عدلی ما جدا متوجه تطبیق عدالت خواهد بود. 2 چیز را ما عملی میسازیم به خاطر زدودن فقر که از بین بره. اول کوشش میکنیم عواید ملی خود را با بسیار امانتداری و کامل جمع بکنیم که گمرکات کشور است، همچنان مالیات دیگر کشور و همچنان عشر و زکات کشور جمع شود در بیت المال بیای، خودش پس سرمایه میشه برای کار. دوم، سرمایه بیرونی را میخوایم که سرمایه جلب شود به کشور. کشورهای بیرونی، شرکت‌های بیرونی بیاین به افغانستان به خاطر کار، ایجاد اشتغال هم میشه، تجارتشان هم میشه و در افغانستان بسیار سرمایه وجود داره. این سرمایه به خاطر استعمال خوب از امنیت هست. انشالله زمینه فراهم شده. از سرمایه‌گذارهای دنیا میخوایم که بیاین به افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن، با ما هم کمک بکنن، هم خودشان مفاد ببرن. بله، ما تلاش می‌وردیم. مبارزه 20 ساله ما به خاطر حاکمیت شریعت اسلامی بود. مجاهدین ما، افراد ما که قربانی دادن 20 سال به خاطر هدف تطبیق قوانین اسلامی بود و امید است که این قوانین را ما سرمشق خود قرار بدیم و طی از زندگی بکنیم. انشاءالله مردم افغانستان در این مصمم هستند و هم یک جا هستند اتفاق کنند که باید حکومت شرعی که عاری از فساد باشه، پاک از زدبندهای سیاسی باشه، همچنان پاسخگو باشه به مردم خود، امانتدار باشه، که به وجود بیاید. بله، ما میخوایم با کشورهای همسایه خود و با ذره دوم با کشورهای اسلامی تماس خوب برادری داشته باشیم. کشورهای مسلمانی که در گرد و برد ما هستند، ما آنها روابط برادرانه را میخوایم، روابطی میخوایم که قابل اعتماد باشه. همچنان تمام جهان اسلام و کشورهای اسلامی با ما برادر هستند. ما با نگاه برادر به آنها میبینیم
و تقاضای ما این است که مثل برادر با ما برخورد داشته باشن و هم تماس قابل باور داشته باشن. ولی یک ضرورت است. ما اولا گفتیم که رسمیت شناختن حکومت فعلی برای افغانستان یک ضرورت افغان‌ها است و ضرورت دنیا هم است. دنیا با ما زمان تعامل خوب کرده میتونه، تشویش‌های خود رفع میتونه که با ما روزنه ها یا کلکینه های سیاسیشان باز باشه، سفارتخانه داشته باشن، سفرهای ما هم در اونجا باشن و هم پاسخگو می باشیم، با هم مسئولانه برخورد میکنیم. دیگه این بسیار به مفاد ما هم است، به مفاد دنیا هم است، به مفاد ملل متحد و جامعه جهانی است که با ما تعامل سیاسی خوب داشته باشه. و این منظور ما خطر نوشتیم به ملل متحد روان کردیم و اگر کدام دیپلمات ما هم میره فعالیت میکنه و اساس یعنی هدف است. پول زیاد قیمت خود از دست نداده. ما کوشش کردیم بانک ها را با بسیار تکتیک خوب کنترل بکنیم که پول ارزش خود از دست نده. حالا کدام تغییر کاملا بسیار فیصدی پایان است. کوشش میکنیم که پول قیمت خود را حفظ بکنه و تاثیر بالای بازار زیاد نداشته باشه و زمانی که میگذره، هر چقدر زمانی که میگذره ما باور داریم که پس مسائل اقتصادی حل میشه. از ابتدا ما خواهان روابط بسیار خوب و حسنه با ترکیه هستیم. تو کشور ترکیه با افغانستان تعلقات تاریخی بسیار دیرینه دارد. همچنان تعلقات اسلامی بسیار قوی داریم. ما مذهب ما، باورهای ما، حتی تصوف ما با هم شریک است. با هم چنان ملت‌های ترکی و افغان با هم برادر هستند. ما هم در بخش زیاد از کشور خود هموطنان ترک تباران خود داریم که با از لحاظ نژادی با ترک‌ها خود شریک هستند. ما بسیار روابط ناگسستنی داریم با ترکیه و همچنان حکومتشان که فعلا حکومت ترکیه حکومت آقای اردوغان است، او یک برادر بسیار صمیمی و میپنداریم، چون حکومتی است که حزب عدالت حزب برادر ماست، اهداف مشترک داریم. ما در ترکیه میخوایم اسلام حاکم باشه، ما در افغانستان میخوایم حاکم باشه. از بسیار مشترکات قوی میان خود داریم. امید در این روز هستیم که بسیار دوستای قابل اعتماد به ظاهرم باشه میره اعلان بودن و اصلا رد میکنه میره و از شایعات پخش شد واقعیت نداشت. در امارات اسلامی افغانستان یک چیز بسیار مهم است، اطاعت است و اصول شرعی. چیزی را به آدم به اختلاف نمیگذاره. هر اختلاف که بیاید با شریعت هست و حل میشه. اختلاف وجود نداره. چیز شایعات که پخش شد واقعیت نداشت. پیام ما با دنیا و با کشور دوست ترکیه و تمام جهان و کشورهای اسلامی و همسایه خود پیام دوستی است. ما میخوایم با همه روابط حسنه دیپلماتیک داشته باشیم، با کشورهای اسلامی در چارچوب اخوت زندگی بکنیم، با کشورهای دنیا هم در چارچوب تعامل نیک سیاسی زندگی بکنیم و در همه جا احترام متقابل مد نظر باشه و اصل بی‌طرفی و عدم مداخلت امور همدیگر را اصل قرار بدیم و به تمام کشورها اطمینان میدیم که از خاک افغانستان برشان هیچ نوع تهدیدی، ضرری یا مشکلی ایجاد نخواهد شد. ما تعهدات داریم در این مورد و خواهان روابط بسیار حسن است.